نه. آخرین روز تحصیل سمیرا مسمیرова ختم کننده مکتب رقم 1 شهر دوشنبه مثل همه روزهای دیگر مقرری گذشت. هرچند در خردسالیش دیده بود که در این روزی زنگ آخرین یا جشن کمالات ختم کنندگان با چه شور و شوق آن را عید می‌کردند. با فکر او بسیاری ها که در گذشته شاهد چنین جشن بودند بازگشت آن را آرزو دارند. بله می‌خواستم که زنگ آخرین برگردد جشن گیریم برای آنکه این در خاطر ماند خاطر همه ماند. وزارت معارف و علم تاجیکستان زنگ کمالات برای ختم کننده های صنف 9 و 11 مکتب های میانه را سال 2016 رسما منع کرد. گفته می شود این قرار در زمینه قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های ملی گرفته شده است. نه آن وقت و نه بعداً از آموزگاران، پدر و مادران و خود ختم کنندگان پرسیده نشد که چی نظر دارند. امروز برخی از آنها چنین جشن را مهم می‌دانند. حتما با طور حتمی برگرداندن در کار، چون که آن همین زنگ اولین و زنگ آخرین و در همین مفکوره هر یک جوان تا آخر می ایستد. این در میدان سری من از وقتی خانش آمدن و صیف یک در آمدن تا زنگ آخرین همین هست. من فکر میکنم که من فلان سال با مکتب آمدم و فلان سال اون رو تمام کردم. این یک جهت هوسمندی خودی همون نورسا همون جوانو زیاد می شود، در خاطرشون قید میکنن اینا. اما برخی دیگر ضد برگزار کردن چنین عید و مراسمند و میگویند آن بدلیل منع نشده است. در زمانی که ما مکتب را ختم کردیم در حقیقت هم زنگ آخرین گفتن یک واژه، یک فهمیش، یک درک وجود داشت. ما این را قید میکردیم، اما باید قید نمایم که هر چیزی که دولت مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان، دولت، پارلمان جمهوری مثلا منع میکند یا که توصیه می‌کند که برگزار کردن نشود، ما حتما باید رعایت کنیم، چون این چیزها با اصطلاح سپانتن نمی‌شود. یعنی تحلیل ها می‌گذرانند، سبب هایش رو می‌آموزند، خب بعد به خلاصه می‌بیایند و این یک نفر مثلا در این مسئله کار نمی‌کند. گروهی مثلا متفکران هستند، دانشمندان هستند که به این خلاصه می‌بیایند. مادامی که اگر کشوری ما منع کرده باشد، البته ما قبول داریم، دستگیری می‌کنیم. کی وقتی که زنگ آخرین می‌گذراندند بسیار کارهای جنایتی می‌شدند. خوانندگان می‌رفتند تا شب قاعده‌های حرکتی را چی می‌کردند، ویران می‌کردند. در رستوران‌ها، در طربخانه‌ها تا شب بعضی میشد که مشروبات اسپریتی را می‌نوشیدند. خوشبختانه آن است که حاضر همین زنگ آخرین در همین دوره گذرانده نمی‌شود. تجلیل باشکوه از زنگ آخرین در مکتب‌های تاجیکستان با هدف جلوگیری از خراجات زیادتی و رعایت طلبات قانون تنظیم جشن و مراسم سال 2007 با فرمان وزیر وقت معارف عبدالجبار رحمانوف منع شده بود. اما تا سال 2016 مکتب‌ها امکان داشتند با ختم کننده‌های خود در یک جمع آمد کلان در صحن مکتب با شرکت همه خواننده‌ها خداحافظی کنند. در این مراسم 45 دقیقه‌ای شعر و سرخوانی هم میشد و با وجود تاکید وزیر معارف برخی از خواننده‌ها بعد از ختم مکتب و سپردن امتحانات شب نشینی‌های پنهانی می‌آورستند. بعداً همه این نیز ممنوع اعلان شد. امسال مکتب‌های تاجیکستان را نزدیک 103,000 جوان ختم می‌کنند به یگان مراسم و عید و بیشتر با اضطراب انتخاب راه آینده زندگی خود. راه سفید